سلام بینندگان گرامی، شما را با خبرهای خارجی کشور از شبکه جهانما آشنا خواهیم کرد. در استودیو با خبرها سفینه دوشنبه زاده. در قسم شمال و شرقی شتات پنسیلوانیای امریکا ترکیش به عمل آمد. در نتیجه یک قسم بنا فرو رفته چند نفر جراحت برداشته است. حادثه در خانه پیرنسالان در شهرک بریستل تاونشیپ رخ داد. زخمیان را به بیمارخانه تحویل دادند. سبب‌های ترکیش معاین کرده می شود. در منطقه نیورودیو ساحلی مالی ساختارهای قدرتی ضمن عملیات هوایی چند باشگاه تروریستان را نابود نمودند. همچنین درباره هلاک و زخمی شدن ده‌ها سلاح به دست خبر داده می شود. جنگیان وقت‌های آخر به ده‌ها حمله نموده ساکنان را مورد شکنجه قرار داده مواد غذایی آنها را غارت می‌کردند. در قسم شرقی اسلواکیا باز بنای یک کارخانه فرو رفت. بر اثر فاجعه 3 نفر به هلاکت رسیده، چند کس دیگر جراحت برداشتند. حادثه در منطقه کوشیس هنگام کارهای ساختمانی به عمل آمده است. نجات دهندگان از زیر خرابه‌های جسد ففتیدگان را پیدا کردند. در مضافات سیاسی جمهوری مردمی چین اتومبیل به حبس افتید. در داخل ماشین 8 نفر قرار داشت که همه آنها به هلاکت رسیدند. در جای حادثه کارمندان مقامات پلیس تفتیشات میبرند. در برزیل اتومبیل سبکرو به نقلیات بارکش برخورد. در پی حادثه 5 کس جان باخت. صدمه شبانه در یکی از راه‌های شتات پارانا رخ داده است. هنگام حادثه ماشین بارکشانی مشروبات انتقال می‌داد. سبب‌های صدمه نقلیات معاین کرده می‌شود. در پایتخت ویتنام شهر خانوی تعداد سیرایت یافتگان با بیماری تبلرزه دنگ کاهش یافته است. طبق اطلاع مرکز نظارت و پیشگیری بیماری‌ها در خانوی از 12 تا 19 دکبر در 58 ناحیه و منطقه 117 حالت سیرایت‌یابی به این مریضی به قید گرفته شده است. ماه نوامبر باشد در 75 شهر و ناحیه 165 حادثه مبتلا شوی ثبت شده بود. مقامات برای نظارت دائمی و نابودسازی پوره مکان جمع‌شوی خاموشک‌ها معرکه‌های سانیتاری و اپیدمیولوژی می‌گذرانند. دوام یک سال در خانه 6396 حادثه سیرایت‌یابی به بیماری دنگ به قید گرفته شده است. در ژاپن پنجشنبه زکام پرنده خیلی خطرناک در یک خودجگی دهقانی مضافات کیوتو تصدیق کرده شد. این نهمین خروج زکام پرنده در کشور در این موسم می باشد. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی، خودجگی جنگل و ماهیداری، پنجشنبه در یک خودجگی پرنده پروری در شهر کامیوکا به قید گرفته شده است. در اینجا 280,000 پرنده پرورش کرده می شود. در رابطه با این همه پرندگان نابود کرده می شوند. در 3 کیلومتری این منطقه انتقال تخم و گوشت مرغ منع کرده شد. هر یک هشتمین جوان در جهان نمیتواند جای کار پیدا کند. با وجود این سطح بیکاری میان جوانان تدریجاً کاهش می‌یابد. طبق گزارش نوی سازمان بین‌المللی مهنت، نشان دهنده جوانان بیکار از 15 تا 24 ساله به حساب میانه تا 13% پایان رفته است. با این وجود سطح بیکاری میان جوانان هنوز هم نظر به کلانسالان به مراتب بلندتر باقی میماند. تبدیل رقمی و ذهن صنعی با سرعت موقع کسب‌های ابتدایی را تنگ میکنند که وارد شدن جوانان به بازار مهنت را مشکل می‌سازد. رقابت برای جایهای اولین کاری افزایش می‌یابد و آموزش پیوسته شرط اساسی بقا در بازار مهنت خواهد شد. طبق تحلیل کارشناسان تا سال 2030 در دنیا تقریباً 170 میلیون جای نوی کاری پیدا می‌شود و در این برابر 92 میلیون جای از بین می‌رود. در هندوستان خرس به مکتب بچگان حمله کرد. حیوان وحشی وارد تعلیمگاه شده کوشش نمود که یکی از خوانندگان را تومه خود قرار دهد. با آموزگاران میسر شد که خواننده را نجات دهند. در پی حمله مکتب بچه جراحت‌های زیادی جسمانی برداشته است.
از روی آمار نزدیک 20 میلیون آمریکایی از آخر ماه دکبر تا اول ماه ینور به سفر می‌براید. این رکورد مطلق از روی شماره سیاحان در ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. نزدیک 90% آنها به اتومبیل سفر خواهند کرد. زیاده از 8 میلیون نفر از پروازهای هوایی استفاده می‌برند. صرف نظر از آنکه نرخ بلیط 7% بالا رفته است. این جریان به بلندشوی جدی راه‌ها و نوبت‌پایی‌های طولانی در فرودگاه‌ها سبب می‌گردد. مقامات به شهروندان توصیه می‌دهند که پیشکی به راه برآیند و پیشگوی آب و هواشناسان را پیوسته نظارت نمایند. بیننده‌های گرامی، چنین بودند خبرهای تا این ساعت آماده گردیده. تا نشرهای بعدی با اطلاع تازه.